روز بخیر. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های روز 13 سپتامبر رو مستقیما از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما می‌کنیم. امروز در برنامه سر از ماه اکتبر ساکنان تاجیکستان برای هر کیلووات ساعت نیروی برق تقریباً 17 درمی پرداخت خواهند کرد. یا با زوری یا با زر ترمینال‌های پرداخت پول در تاجیکستان باز هم راه پیدا کرده حق و زحمت خود را می‌ستانند. گرم با مثال با همون جای شرکتی هم رفتن همون ما با مجبورم که 3 سومن گر از خود کنم یا 4 سومن با همجا را برم. و ساکنان ولایت ختلان از حمله‌های خوک‌های وحشی به زمین و خوجکی‌هایشان به داد آمدند. هجوم این جانور به ساکنان نیز مشاهده شده است. توانی هجوم کرد، خیلی زد، مهمون کردیم. پس سرم داد، این توسرم داد، پام زد، اما ممکنه دست پام کار نمیکنه یک طرف. در حدود ناحیه شمزین شاهین ولایت ختلان قطعه شاهراه بین‌المللی شوراباد شاهان مورد استفاده قرار گرفت. این مراسم روز 13 سپتامبر به حضور رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار شد. سفر کاری امام علی رحمان به این ناحیه با بهره برداری از بنای مأموری شعبه ریاست کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان آغاز یافت. بعد آن مکتب نوبنیادی را در مرکز ناحیه نیز افتتاح کرد. همچنین به کارهای ساختمانی در ورزشگاه و قصر فرهنگ ناحیه نیز آغاز بخشید. ولی 10 روز پیشتر از این رئیس جمهوری تاجیکستان قرار درباره بالا بردن قیمت نیروی برق را در کشور امضا کرد. به همین ترتیب الکی از ماه آینده ساکنان باید پول برق را از روی نرخنامه نو پرداخت کنند. بالا بردن نرخ با پیشنهاد برق تاجیک صورت گرفته تا 2 ماه از سوی کمیسیون مخصوص آموخته شده است. جزئیات بیشتری موضوع از سرویناز روح‌الله. ساکنان تاجیکستان از اول ماه اکتبر برای هر کیلووات نیروی برق تقریباً 17 درمی پرداخت خواهند کرد که نظر به قیمت پیشین 2 درم زیادتر است. مسئولین شرکت برق تاجیک روز 13 سپتامبر گفتند که قیمت نیروی برق را با دستور حکومت تاجیکستان بالا بردند. قرار حکومت در این باره روز 29 آگوست قبول شده است. مقامات میگویند که افزایش نرخ نیروی برق برای اهالی کمبیزایت کشور تاثیر ندارد چون مبلغ آنها را حکومت جبران میکند. برق تاجیک همچنین از ساکنان خواسته است که برای از بین بردن نافهمی در حساب و کتاب حق برق تا 1 اکتبر امسال استفاده شده را سری وقت و پورا پرداخت کنند. مسئله بالا بردن نرخ نیروی برق در تاجیکستان ماه‌ها باز مطرح بود. وزارت رشد اقتصاد در یک برنامه که برای 3 سال آینده تهیه شده است گفت که نرخ نیروی برق برای اهالی در 3 سال آینده تقریباً 2 درمی بالا رفته در سال 2020 بیش از 20 درم را تشکیل خواهد داد. بالا بردن نرخ نیروی برق یکی از توصیه‌های همیشگی سازمان‌های بین‌المللی و مثل بانک جهانی است. این سازمان بارها به حکومت تاجیکستان توصیه داده است که نرخ نیروی برق را بالا ببرد چون خراجات برای نگهداری سیستم‌های برقی کشور نظر به درآمد بیشتر است. این زمان شرکت برق تاجیک بزرگترین شرکت انرژتیکی کشور تقریباً 1 میلیارد دلار قرضدار است و نمی‌تواند قرض‌های خارجی از جمله قرض نیروگاه برقی آبی سنگتوده 1 و سنگتوده 2 را که به روسیه و ایران تعلق دارد بپردازند. متخصصان و سابقه‌داران ساحه میگویند مدیریت نادرست و تلفات برق سبب مشکلات زیاد در سیستم‌های برقدهی تاجیکستان است. بر علاوه این در زمستان بسیاری از مردم در ساعت‌های معین نیروی برق میگیرند و مجبورند شب را در تاریکی و سردی روز کنند. سرویناز روح‌الله، افسانه یکوبیر شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه. گزارش از تاجیکستان را ادامه میدیم. در تاجیکستان مالکان برخی ترمینال‌های پرداختی شیوه نوی گرفتن حق مزد از مشتریان را جاری کردند. اکنون هر مشتری که می‌خواهد طریق این ترمینال‌ها فرضاً پول تلفن و برقش را گذراند باید نخست روزگیش را برای گرفتن حق خدمت ترمینال بدهد. این هم در حالی است که از این پیشتر دولت کل تاجیکستان به تمام مالکان ترمینال‌ها دستور داد که از مشتریان هیچ گونه مبلغ نگیرند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد. ببندواری در پرداخت ترمینال ها از بهار سال روان شروع شد. حکومت دستور داد که گرفتن حق خدمت از مشتریان منع کرده شود. بعد این 4000 ترمینال پرداخت الکترونی از کار ماند. مسئولین ترمینال های اکسپرس پی میگویند حالا کارشان قانونی است چون حالا با رضایت مشتری از او حق خدمت میگیرند. برای مثال من باید برای گذراندن مبلغ با اول نخست رقم تلفنم را وارد می‌کنم و در حالت پخش کردن تگمه به پیش برای من یک رمزنه نو باز میشه و در اینجا به من گفته میشود که با شما معلوم مینماییم که اگر برای خدمت رسانی عاید به گذراندن مبلغ هایتان توسط همین ترمینال سفارش میدهید پس
نوابسته از اندازه مبلغ، یعنی 1 سوم، 3 سوم و یا 5 سوم و غیره، مبلغ استوار به اندازه 20 درم در اساس شرطنامه عمومی یا آفرت گرفته می شود و می توانید با متن آن اینجا شناس شوید. مالکان ترمینال اکسپرس پی میگویند بدون گرفتن حق خدمت فعالیت کردن نمیتوانند. حالا معلوم نیست که شیوه نوی کار چه پیامدی برای مالکان این ترمینال ها داشته میتواند، چون وزارت عدلیه هم گفته است که هنگام قبول پرداخت در ترمینال ها نه فائز و دیگر نوع حق خدمت نباید ستانیده شود. سعدی قادرزاده رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان هم تابستان امسال گفت همه همین سوبیکتی که پست ترمینال رو بودن ما پیش دعوتشون کردیم باید گفتن که ما دیگه معلومات نمی ما دیگه مبلغ نمیستونیم. بعد چند وقت دیدیم که مبلغ بوستون سر کردن برای پیشنهاد معلومات نصحی برای پیشنهاد معلومات نصحی ما دویم باره بعد دوره جریمه بندی کردیم که در نتیجه زیاده از 70,000 سومانی به جریمه بندی کرده شده بود. هستن با دیگر مقاماتی که او این مسئله را مورد آموزش قرار دادن از جانب امور این مسئله مذکور موردی بررسی قرار داده میشه. دادستانی کل تاجیکستان در یک نامه از تمام مالکان ترمینال ها طلب کرده است که به گرفتن حق خدمت خاتمه دهند. ساکنان میگویند ترمینال ها برای پرداخت پول تلفن، پول برق و جریمه و بازرسی دولتی اتومبیل آسان بود. بعد دستور حکومت و کشمکشی های چند طرفه سرگردانی آنها زیادتر شده است که باید در 3 یا 4 اداره بروند و پول بپردازند. مثال میگم اینجا اگر نه از گرون با مثال با همون جای شرکتی هم رفتن همین ما با مجبورم که 3 سوم دیگر رصد کنم یا 4 سوم با همجا را برم. رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. سالهای اخیر تعدادی از قرغزتباران تاجیکستان بنابر مشکلات اقتصادی و به خاطر دریافت شهروندی به قرغیزستان کوچ بستند. اما طبق مشاهده‌ها نشان می‌دهند حیات این مهاجران در وطن بابایی‌شان چندان شیرین نیست. در نوبت گزارش داریم که از روزگار یک چنین خانواده نقل می‌کند. راحت 17 ساله در خانه سرابان است. خواهر بزرگش ترسونای نمیتواند برای او کمک کند زیرا نقص جسمانی دارد و خودش دستنگر می باشد. راحت همچنین 2 دادر نیز دارد که باید آنها را نگاه بین کند. از این خاطر او مجبور شد که از 13 سالگی دیگر به مکتب نرود. من خواندن و مکتب رفتن را دوست می داشتم ولی بعدا مجبور شدم که به کارهای خانه مشغول شوم. تصمیم گرفتم که اپام را نگاه بین کرده دادرانم را به وای رسانم. مهم که آنها تحصیل کنند. مادر راحت 4 سال پیش وفات کرد. پدرش در تنهایی بار روزگار را می کشید. هر روز تا نصف شب در ساختمان کار می کند. وقتی پدرش استراحت دارد راحت به کار می براید. ما ساعت 4 سحر سری زمین می برایم تا 8 ساعت کار می کنیم. برای خیشاوه سبزی 350 سوم و برای لبلبو 500 سوم می دادند. با این پول من خوراک می خریدم و اگر در مکتب از دادرانم پول می پرسیدند با آنها هم می دادم. همچنین پولی برق را می سپاریدم. اکثر وقت همه پول برای برق صرف می شود. برای غذا و خریدن لباس پول تماما کم می ماند. برادری راحت که در صنف 7 میخواند از اول تابستان برای چوپانی به چراگاه رفت. آمدن او را برادر خردیش علی خان به صبرانه منتظر است چون که او وعده داد که برایش جزودانی مکتبی میخرد. امسال علی خان باید به صنف 1 میرفت ولی او نتوانست تحصیل کند چون که عادی ترین جهاز مکتبی را ندارد. حالا علی خان دفترها و قلم عادیش را به خلطه سلوفانی میاندازد. هرچند درس‌ها شروع شدند ولی او تا هنوز برادرش را منتظر است. برای به مکتب رفتن به من پایافزال و کرته و اینچنین البم و جزدان و قلم ضرور است. اجرای خواهش‌های راحت مشکل‌تر از آرزوهای علی خان است. راحت می‌خواهد آشپز شود اما برای تحصیل او مبلغ و اتستاتی مکتبی ندارد. همچنین خواهر بزرگش را تنها گذاشته نمی‌تواند. امسال راحت باید مکتب را ختم میکرد. من آشپزی را دوست می‌دارم. برایم پختن خوراک‌های گوناگون خیلی پسند است. می‌خواهم آشپز شوم. ولی اگر از خانه برایم اپام تنها میماند و میتواند یگانجا رفته گم شود. خانواده راحت به قرغیزستان از مرغابی تاجیکستان آمده است. آنها تا پیدا کردن این کلبه در خانه‌های زیاد اجاره نشینی کردند. در این خانه کهنه آنها فعلا رایگان زندگی دارند ولی صاحب آن نیز به نزدیکی می‌خواهد به منزلش برگردد و پدر راحت مجبور است در جستجوی خانه دیگر شود.
бармегардем ба тоҷикистон. дар минтақаи кулуби вилояти хатлон сокинон ва кишоварзон аз афзоиши ҳамлаҳои хукҳои ваҳшӣ ба заминҳояшон шикоят доранд. онҳо мегӯянд ин ҷонварон хоҷакиҳои зиёди мардуми маҳаллиро хароб ва ҳосилҳоро нобуд карданд. баъзе аз сокинон дар суҳбат бо ҳамкорони мо гуфтанд маҷбуранд барои ҳимояи ҳосили зироатҳояшон шабро дар замини полиз рӯз кунанд. ба хабарнигори мо маҳмуҷон раҳматзода имконият даст дод ки аз гаштугузори хукҳои ваҳшӣ дар вилояти хатлон наворҳои нодир бардорад. дар ин бомдоди зебои тирамоҳӣ ин гурги гуруснаву танҳо ба шикори душмани ашадии деҳқонон дар як ноҳияи кӯҳистонӣ дар тоҷикистон меравад. ба шикори хукҳои ёбоӣ ки мардуми ноҳияи Шамсиддини Шоҳинро ба танг оварданд, рӯзона дур аз маҳалҳои аҳолинишин мечаранд, шабонгоҳ ба киштзорҳои деҳқонони рӯстои деҳи Қозӣ мераванд, аз ҷумла ба киштзори Шариф Назиров ки нисфаш то кунун ба хок яксон шудааст. шариф Назаров ним сол боз дур аз хона ва сари полезаш мехобад, чун ранҷи ҳамлаи хукҳои ёбоиро кашидааст. برای خوب میاد گفته برای خنچینه که یک شدم هیچ کدام میمونش مینتی یک ساله من میسوزم برای همون موردم من میکنم چوک نیست. хукҳо дар гузашта бедодгарӣ мекарданд, аммо 2 соли ахир зиёдтар ва густохтар шуданд. маҳдудият дар шикори хуки ваҳшӣ сабаби афзоиши ин алафхорон шудааст. иҷозат ки надодан хуҷайно дига ҳеҷ чиз шикоршо накард. як мезанам мисол سبزوات و این نرخت دیگر با نوارد بچه زیاد میکنم. یعنی بردم کشید یک سال دو بارانی میکنم. در جنگلزارهای ناحیه شمسیدین شاهین هزاران خوک وحشی سکونت دارند. مردم این روستاها از ترس خوک نمیگذارند که بچه‌هایشان دورتر از خانه و به دشت بروند. ترسشان بی‌دلیل نیست، چون رحیم حمیدوف ساکن دهه خشک سنگابی ناحیه 1 سال است که رنج حمله خوک وحشی را میکشد. هنگام درو تصادفاً به جانور وحشی روبرو شد. چشمم به اومد خیلی نوانی هجوم کرد، خیلی زد مهمون کردیم. پس سرم داد، این طول سرم داد، پاهم زد، اما این دست پاهم کار نمیکنه یک طرف. با نظر داشتی این همه بیدادگری مقامات اجازه دادند که شکار خوک‌های یابایی به محدودیت صورت بگیرد. مثلا خوک از همه در بسیارش دست که همه بعد اومدگی سیزن شکارش گذشته شده باشه برای که وقتی خیلی ضرر آورده است در موسم اجازه دادن در منطقه 5237 سال خوک سوق کرده شده. از بس که مردم مسلمان تاجیکستان از خوردن گوشت خوک پرهیز میکنند، لغو محدودیت شکار هم نتیجه نداده است. طبیعت شناسان و دهقانان میگویند باز کردن راه سیاحان و شکارچیان خارجی به ناحیه ممکن است مشکل را حل کند. اجازه نامه برای شکار خوک وحشی تا $3000 است. نمیشه که همین با دیگر دولت ها شهرنامه بندن، هم فایده به دولت هم فایده به خلق که خلق ضرر نده. گرفته سه؟ دایدن شما؟ ва ширкати Apple рӯзи 12 сентябр якбора 3 нави нави телефонҳои ҳушманди худ маъруф ба iPhone-ро муаррифӣ кард. раиси ширкат Тим Кук iPhone 10-ро ҷайши бузурге аз замоне ба фурӯш баромадани нахустин iPhone номид. iPhone 10 сабуктар, тунуктар ва равшантар буда метавонад барои боз кардани қуфли дастгоҳ ва беҳтар намудани саҳифаи намоиш чеҳраро шиносоӣ кунад. ин нави iPhone $999 ва бештар аз он арзиш дорад. iPhone 8 ва iPhone 8 Plus вобаста ба ҳаҷми хотираашон аз $699 تا $799 фурӯхта мешаванд. ҳар се нави телефонҳо 20 сим нерӯ мегиранд. ва ахбору гузоришҳои аз ин бештарро дар вебсайти www.azadi.org ва саҳифаҳои вижаи мо дар Facebook Одноклассник ва Instagram و Twitter дунбол кунед. наворҳои диданӣ дар Озоди видео YouTube гузошта шудааст. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва худо нигаҳдор.